سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گرم نفسی بین شیری، مجموع حیاتی عمر آن یک نفس است. تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه. طبق قرار جمعه شب‌های ما می رویم که معرفی کنیم یکی از چهره‌های ماندگار فارسی را و امشب همونطور که در کلیپ هم متوجه شدین رفتیم به تاجیکستان و یک شخصیت تاجیکستانی داریم. بله خب آهنگش را دیدیم و شنیدیم، آقای جورابک مرادوف که خیلی هم پرطرفدار است، یکی از خواننده های خوب فارسی زبان هم هستند. بله همونطور هستند. ایشان بسیار مهارت دارند در ترانه نویسی، نوازندگی و همچنین خوانندگی و از امو خورترکی را خب نوازندگی را از پدرجانشان آموختن، باز به خوانندگی روی آوردن و بعد از او هم دیگه آقای موسوی که سبک و سیاق خودشان البته همونطور که شما گفتین که از پدرشان نوازندگی و خوانندگی را آموختن، هنر آموختن، یکی از اولادایشان به نام جانی بیگ، ایشان هم امیرای پدر خود گرفته و بله ایشان موفق شدن امی آقای جورابک که حداقل به یکی از اولادایشان همین هنر منتقل بسازن که البته در کلیپ هم دیدیم که همخوانیشان یه همخوانی 3 نفره که یکیش پسر آقای از قدیم گفتن پسر کونه دارد نشان از پدر. استاد جورابک تقریبا حدود 60 سال است که در حیطه موسیقی سنتی تاجیکستان فعالیت دارند و در بیشتر آثار خودشان هم از شعرهای شاعرهای بسیار معروف فارسی زبان مثل مولوی و رودکی استفاده کردند که مورد توجه عموم قرار گرفتند. بله و یکی از دلایل اصلی که خیلی هم ما هم دیگه بیننده ها و دیگه فارسی زبان ها دوست دارن آهنگایشان به خاطر همین شعرهای پربار و پرمغز و اصیلشان هستند.